کلیپ من امروز می‌دیدم طرف روی دستگاه دیالیز بود، من زیاد دیدم، من به چش خودم دیدم اینا رو، یعنی من سابقه من برام دوستان نگاه کنن، من مثلا اینا رو زندگی کردم باشون. میگفت مامورین وزارت اطلاعات، قاعدتا اکثر اطلاعات سپاهان دیگه، حالا وزارت اطلاعات یه مقدار معقول‌تر از اوناست، اون که اصلا یک آدمای عجیب غریبیه. میگه اومدن تو خونه من بدون که تو بدون برای چی اومدن، ضرب و شتم کردن، زن من رو زدن، بچهای من رو زدن، بچه کوچک من رو با لگد زدن تو بیضش. بچه بعد شما میای میشینی روزه کربلا میخونی، میتونی برای این آدم روزه کربلا بخونی؟ طرف دیده الان، بعد بشینی برای امام حسین گریه بکنی، بعد مردم باورت بکنن. همون حرفی که شما زدی، گفتی علی برو که اون برای حضرت علی که گفت دولت رو و شکنجه اونا رو، اینا توی دیما چند نفر، چند صد نفر رو از پشت سر با تیر زدن، تیر به سر طرف خورده و از پیشانیش خارج شده. من کلیپ رو تو همین پیج من هست، اونایی که منکر میشن خدا لعنتشون بکنه اونایی که این کارو کردن، برن ببینن خانومی با شاتگان از پشت کمر مورد اصابت قرار گرفته. شاتگان، اونایی که میدونن، اونایی که شکایتی مثل ما میدونن، شاتگان وقتی تیر زده میشه تا فاصله 4 5 متری متمرکزه، از مثلا 10 متر به بعد پخش میشه که مثلا توی 50 متر یک مثلا 1 متر در 1 متر رو میپوشونه برای شکار. میگم طرف زخمش اینقدر بود، یک دایره اینقدی دقیقاً پشت کمرش بود، یعنی این رو با شاتگان از پشت سر از فاصله کمتر از 5 متر زده بودن. خدا لعنتتون بکنه شمایی که روی شم رو، روی ابن ملجم رو سفید کردید و نام دین رو به کثافت کشیدید. حرف ما هم همین. حالا من نمیخوام، من برام منبر دعا میکنم، یه حرفایی میزنم بعداً.